لیلی 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 کشتی منو تو لیلی. اسم خواهر من نیارم. حرام دارم میگم لیلی جون خودت به خدا. تو خواهرت اسمش لیلاست. ببین ناموسیش نکنم. ناموس تو ناموس منه. ناموس من ناموس تو نی. یعنی چی؟ ناموس تو هم ناموس منه دیگه. چرا باید ناموس تو من ناموس من؟ بس دیگه. ناموس پرام میای بازی؟ با من حرف نزن. داداش میای بازی کنی؟ نه. چرا؟ چون بازی با تو عاقبت خوشی نداره. داداش اگه بازی نکنی به بابا میگم جاسازت کجاست. جاساز سیگاره. باشه بیا بازی. مرسی. 3 تا جمله میگم. 2 تاش حقیقته، یکیش دروغه. تو باید تشخیص بدی. خب در ازای 2 بسته چیتوز موتوری آدم میفروشن. این حقیقت محضه. آره میدونم. حقیقت تلخی هم هست. آفرین، یه امتیاز. جمله بعدی. بابا میدونه جاسازت کجاست. خودم بهش گفتم. این معلومه دروغه. خودت میدونی چه پوستی ازت میکنم. خب بعدیو بگم. من 60 سالمه. 60 سالته؟ این دروغه. خب لعنت به حسابت میرسی. برو داداش. بابا هنوز نیومده. با من حرف نزن. من با آدم فروش کاری ندارم. پرام حدس بزن فردا چه خبره؟ چه خبره؟ فردا مریم میاد خونم. واقعا؟ مامانش چطوری اجازه داده؟ مامانش دوست مامانمه پرام. میذاره. میخوام ببرمش تو اتاقم دوتایی، جایی که اتفاقای جادویی میفته. اوه کلک خوش به سعادته. کارای جادویی. من میدونم میخوای چی کار کنی. میخوای بازی منچ جدیدمو میخوام بهش نشون بدم. مثل اون منچ قدیمیه نیست. وقتی داداشمو فروختم با اون برام یه منچ گرفته 100 تا مار داره. آها دمت گرم. بعد بازی میارمش رو همین تخت که بفهمه برنده بازی کیه. آفرین داداش خودمی. همش به خودم میگفتم کی دست به کار میشه. خب بعدش همون بازی منچو که رو زمین انجام دادیم میاریم رو تختم انجام میدیم که بفهمه برنده رو تخت کیه. آفرین. بعدش میبرمش زیر زمین. اونجا بابام